سلام، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که تو چه حوزه فعالیت دارید. سلام، خسته نباشید. من حسین کرباسی، مدیر عامل شرکت تعاونی یقین اصیل بجنورد، تولید کننده شکرپنیر و نبات به صورت صنعتی در خراسان شمالی با برند یقین. قبل از همکاری با ما بزرگترین چالش‌های مالی یا مالیاتیتون چی بوده؟ چالش مالیاتی ما در درجه اول نداشتن وقت کافی، اظهارنامه‌های مالیاتی، اظهارنامه‌های ارسالی که همیشه مشکل داشتیم. برای همون به این نتیجه رسید شرکت ما که بتونه با شرکت مدبران، ثالثی مدبران وارد کار بشه. چرا مجموعه مدبران رو انتخاب کردید؟ شرکت مدبران رو پرسجویی کردم و دیدم نسبت به کارش تعهدش بیشتره. برای همون تونستیم که با مجموعه مدبران رو انتخاب بکنیم و با ایشون کار کنیم. آیا مجموعه مدبران رو به دیگران توصیه می‌کنین؟ با چه ویژگی؟ مدبران رو به دیگران توصیه می‌کنیم به دلیل اینی که به کارش ایمان آوردیم. توی این مدت ما از مجموعه مدبران راضی هستیم و توی این مدتی که داریم باش کار می‌کنیم بسیار شفاف، بسیار اطلاع رسانی خوب و این ویژگی‌ها دیگه فکر می‌کنم بهترین ویژگی‌های یک مجموعه حسابرسیه. خیلی ممنون از شما.